سیوم. خوب البته ما صاحب تبلیغ فاکولته و فرم یک هستیم. خوب و اینچنین علاوه نمودیم پولیساسپیسکم که در آن روی خط فامیلی هایی که در تبلیغ هستند از روی زیاد شوی، یعنی که از ترتیب زیاد شوی A, B, V, G غیره جایگیر شدن. خوب در تبلیغ ما دو قیمت یعنی که فیا و کورس ثبت شده است. سوال با میان میاد که هنگام انتخاب نمودن مثلا فامیلیا مسیج باکس با ما آیدی کورس یا معلومات دهد. مثلا اگر ما شایف انتخاب کنیم مسیج باکس باید گوید که مثلا 4 برای آنکه شایف در کورس 4 می باشد میخواند. خب با این مقصد میگذاریم به رژیم کانسترکتور. خوب انتخاب میکنیم پولیساسپیسکم و در آینه خاصیت ها انتخاب میکنیم вкладки события, بعدا события после обновления. خوب پخش میکنیم تو این تگمچه 3 نقطه داره و انتخاب میکنیم در آینه پرسترایتل پروگرامی و اوکی، یعنی که پولیساسپیسکم after update после обновления. این چی معنی دارد؟ خب وقتی که ما مثلا انتخاب میکنیم وهابوف، بعد از آن که وهابوف مثلا در این آینه پیدا شد این ثبت اجرا کرده می شود. یعنی که بعد از آن که قیمت را قبول کرد چی کار باید شود؟ ما چی کار میکنیم؟ برای خاطر این ما اول باید دانیم که مثلا همین قیمت را میگیرد یا نه. میگیریم مسیج باکس، بعدا می یعنی که می پولیساسپیسکم ده این می یعنی که جاری، همین ابیکت جاری را افاده میکند. میگذاریم با فرم و انتخاب میکنیم مثلا امینف. خوب دقت دید، یعنی که ما امینف را انتخاب نمودیم، مسیج باکس با ما قیمت 1 را نشان داد. قیمت 1 از کجا؟ یعنی که پولیساسپیسکم قیمتش با مثلا امینف نیو با 1 برابر بوده است. برای چی؟ برای اون که هنگام تشکیل نمودن این افضال اگر از خوب در یاد داشته باشید با ما پیشنهاد نموده بود که سکریت پولیکود، یعنی که این پولیساسپیسکم ما عبارت از 2 ستون می باشد. ستون یکمش شما نمی بینید، یعنی که ما باید گفتیم که ناعیان کند و ستون دویمش رو می بینیم که این فامیلیا ها هستند. خب عادتا به طور اتوماتیک ستون یکم را نشان میدهد. ستون یکم این به نال افاده مییابد و ما برای خاطر که فامیلیا پیدا شود چیکار میکنیم؟ نقطه میگذاریم کلم، یعنی که ستون، بعد نشان میدهیم ستون 1، یعنی که نولم ستون میشد کد، این یکم ستون میشد مثلا فامیلیا سیدف اسماتف. خب بعد از آن که ما قیمت این افضال رو معین نمودیم شروع میکنیم با قسم های دیگر. یعنی که چی کار میکنیم؟ باز همون شما در اینجا دقت دید که اینجا با یک مراتبه اگر شما به طور گلوبالی تغییر بندی RST را اعلان کنید، در دیگر جاها میتوانید شما آن را در دیگر پرسیدار هم میتوانید استفاده برید. خب الکی تغییر بندی ما به حسابی که اعلان کرده شده است این به همه پرسیدار ها داخل دارد. خب همراه میکنیم آن را به تبلیغ فاکولته. بعدا برای ما کدام میدان در کار بود؟ برای ما البته میدان فیا. خب اول سیکل میکشیم فور ای برابر از 1 تا مثلا
rst.record count. شما الکی میدانید که record count این برای نشان دادن ثبت آخر شماره ثبت های تبلیغ است. next ای بعدا میگیریم msg box یعنی که rst fields فیا. خوب دقت دید ما در اکسل استفاده می بردیم رنج، یعنی که برای خاطر که مثلا خوب است اگر این لیست اکسل تصور کنیم این A این B این C A B C این یک این دو این سه و غیره. خب مثلا برای خاطر امین فرو گرفتم ما چی میگفتیم؟ می نویسیم که رنج B یک، یا اینکه اینجا اگر A در کار میشه می نویسیم که رنج I 6. در اینجا فیلدز این افاده میکند همان A B C D، لیکن در کدام سطر بودنش را از روی ثبت ها معلوم میکند. مثلا ثبت یکم، ثبت دوم، ثبت سوم. خب برای خاطر از ثبت یکم به ثبت دیگر گذاشتن خوب استفاده می شود move next، یعنی که همین تبلیغ ما را ثبت دیگر به کوچاند. شما دقت دید میگیریم و امینف شایف سالیف ثبت ها تغییر یافته استادن. اگر ما همین را ننویسیم ثبت ها تغییر نمی‌یابند، یعنی که فقط امینف را نشان میدهد تمام، یعنی که گزارش نمی شود. مثلا در همین ثبت می استاد برای خاطر که ثبت 2 گذرد ثبت 3 گذرد ما باید نویسیم که rst مثلا move next. خب الکی ما دانستیم که این میدان هم قیمتش معلوم شد. خب شرط میگذاریم میگیم که اگر مثلا می پولیس اسپسکم 10 تولش کلم یکش برابر به این باشد rst فیا باشد، آنگاه and if msg box rst توچکه field ستونی مثلا کورس نشان دهد. خب این الکی می شود ستون کورس. میگیریم مثلا وهابوف کورسی 3، یعنی که وهابوف رو میبینیم کورسی 3. میگیریم شایف کورسی 4 میگذاریم میبینیم که شایف در کورسی 4، یعنی که کدام ثبتی که آمد مثلا اگر همین ثبت rst باشد این ثبت پره rst باشد، اگر مثلا rst fields code این میگیرد 4 را، rst fields فیو این میگیرد محمدов، rst کورس میشود مثلا 6، یعنی که اگر محمدов را انتخاب کنیم میشود کورس 6. این بود اوید کمی معلومات اوید ثبت ها و گزارش از یک ثبت به ثبت دیگر و تا انتهای ثبت های در تبلیغ وجود داشت.